سلام، نیما خواستار هستم. یک چیزی که جدیداً منو جذب خودش کرده سیستم هیوی دیوتیه. و این سیستم اصلا چیه؟ توی بدنسازی چطوری ازش میشه استفاده کرد؟ اوکی. این سیستم برمیگرده به شخصی به نام مایک منتزر و یک از نکات جالبی که این موضوع منو حتی بیشتر جذب خودش کرد این بود که مایک منتزر رقیب هارنولد بوده و مثلا اینطوری بود که من گفتم اصلا فکرشو نمی‌کردم. یعنی من رقیب های دیگه شو صرفا دیده بودم یا حالا اسمشون رو حضور ذهن دارم یا ندارم. و این هم یک از اون رقیب های آرنولد بود که با یه سیستم متفاوت نسبت به آرنولد تمرین میکرد. حالا سیستمی که مایک منتظر تمرین میکرد بهش میگن هیوی دیوتی. حالا این سیستم چی میگه؟ میگه آقا شدت تمرین بالا، خب، ولی تعداد پایین. اوکی. یعنی مثلا دارم میگم شما یه ست میای گرم میکنی با وزنه بالا، خب، یعنی بازم وزنت بالا ولی نه اون حد ناتوانی. یه حالت پیش خستگی ایجاد میکنی برای خودت و یعنی شما بازم خسته میشی ولی اون ست گرم کردنته. و میای ست دومتو سنگین ترش میکنی طوری که دیگه تمام میری فینیش، جوری که آقا ناتوانی کامل میرسی نسبت تو اون نقطه ماهیچت و همینطور میری حرکت بعدی. و این تمرین نهایتا نیم ساعت تا 45 دقیقه ممکنه طول بکشه چون نمیخواد آنچنان تعداد بالا بزنی، مهم سنگین زدنشه. یه گرم کردن درست با دستگاه‌های سیف. اوکی. مثلا شما میخوای سینه بزنی با مثلا فلای، میای سینه رو گرم میکنی ولی با وزنه بالا. اوکی. و بعد میای مثلا با پرس سینه با پرس هالتر میای میزنی و اونو سنگین میزنی. حالا مثلا نیتت یا اون هدف کاری اون تمرینی که داری هالتره، ولی برای اینکه گرم بکنی با دستگاه سیف انجامش میدی و نهایتا دو ست مثلا ستای 6 تا 8 تایی ماکسیموم. ولی شدت تمرین به شدت بالاه. یعنی تو ست دومی که شما میزنی تموم، یعنی انگار فینیش، انقدر فشار به خودت آوردی که دیگه داغونی. اوکی. یعنی تو اون نقطه دیگه تموم. حالا سینه میتونه باشه، سرشونه میتونه باشه، پتون جلو پا باشه، هر نقطه بدن که میخوای تمرینش بدی. ولی آرنولد میاد چی؟ اون از تمرین های، یعنی از سیستم های ولیو، حالا اگه درست گفته باشم، یعنی تعداد بالای ستا و حرکات. اوکی. یعنی مثلا 4 تا ست 10 12 تایی، ولی با این شدتی که هیوی دیوتی انجام میده نیست، ولی با تعداد بالا مایچه رو درگیر میکنه و برای کسی که وقتشو داره میتونه تمرین بکنه. اوکی. بازم ولی هیوی دیوتی یه تمرین پرخطره، یه سیستم تمرینی پرخطره. نمیشه از این تمرین خیلی راحت استفاده بکنی چون آقا ریکاوری خیلی خوبی میخواد، تغذیه درست میخواد، خواب تنظیم میخواد و علنا این خیلی درگیر میکنه. صد مصدومیت بالایی حتی داره. یعنی کسی که این سیستم رو میخواد پیش بگیره ممکنه واقعا درگیری ماهیچه و عضلاتش زیاد باشه، طوری که مسئولیت های بالایی هم میتونه داشته باشه. پایرگی ماهیچه میتونه داشته باشه، درد تو مفاصل میتونه داشته باشه و هر نقطه دیگه ممکنه تو سرشونه اصلا درد فجیح براش بیاد، حالا به هر دلیل، چون سنگین داده اون شدت بالا رو زده ولی تکرار کم. ولی خب سیستمی که آرنولد استفاده میکرد این سیستم سیف تره، برای عموم جواب داده، هنوزم جواب میده. خیلی از این سیستم هنوزم استفاده میکنن که تمرینی که اون انجام میده 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم، معمولا زمان برش تا 2 ساعت هم میشه. یعنی نرم اون 1 ساعت و نیم تا 2 ساعت. ولی تمرینی که مایک منتظر که با سیستم ویدیوتی انجام میداد نیم ساعت تا 45 دقیقه هم تموم میشه کرده، چون مثلا شما 4 تا 5 حرکت دارید، 2 سته میزنی، 6 حرکت دارید، 2 سته میزنی تا حد ناتوانی، یه طوری که آخه تموم بشه اصلا تمام. و این بود که منو جلب کرده. و حتی مایک مندز تاریخچه زندگیش هم خوندم که اون 12 سالگی بدنسازی شروع میکنه این شخص و اینطوری بودم که الان مثلا تو ایران به ما میگن که بچه نباید در تو سن بره بدنسازی کار بکنه، قدش کوتاه میشه. ولی خب مثلا این شخص رو نگاه میکنی میبینی بدنش یه بدن عالی، یه چیز خفن و حتی به مدالای و یعنی به دستاوردهای زیادی هم رسیده. خیلی خوشحال شدم که این ویدیو رو دیدید تا آخر و امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و ساب یادتون نره، کامنت هم بذارید، سوالی اگه داشتید از منم بپرسید. خیلی خوشحال میشم که حتما جواب بدم چون واقعا کمکم میکنه. خیلی ممنونم. خدا نگهدار.